خب دوستان سلام عرض میکنم خدمتتون. ببینید اینجا ما توی این پست میخوایم آموزش بدیم چجوری یک کانالی داریم، یک آنلاین شاپی داریم، بیایم تغییرات رو براش ایجاد کنیم. این تغییرات ایجاد کنیم که وقتی تبلیغات میدیم اون کاربر جذب بشه به کانال ما. خب اول از خودم بگم این اولین ویدیوی کانال یوتیوب ما و 5 ساله که برای آنلاین شاپ ها، پخش ها و صنف های دیگه دارم تبلیغات انجام میدم. تبلیغات های پروکسی، تبلیغات گسترده، پاپ و تبلیغات های دیگه. خوشحال میشم که سابسکرایب کنید و حالا ما رو دنبال کنید. خب اینجا ببینید ما اولین نکته که میخوایم بهش بپردازیم این قسمت رو میبینید. توی این قسمت باید ما بهترین و پرجذاب‌ترین متن رو بنویسیم. یعنی من اگه بزنم اینجا مثلا آنلاین شاپ آیدین پرداخت در به منزل، خب یعنی ببین مثلا من تبلیغات اسپانسری پروکسی میدم، اینو که کاربر میبینه همون لحظه اول اعتماد سازی براش اوکی میشه. حالا اگه مثلا این قابلیت رو ندارید میایم یه چیز دیگه میذاریم اینجا، مثلا رضایت مشتری بالا، یا میزنیم اینجا اینماد با تایید فتا، یا حالا دوستانی که هم سایت دارن اینماد مجوز دوستانی که مجوز دارن برای کار، حالا هر چیزی. پس این قسمت کی شد؟ یعنی پرداخت در به منزل. اوکی. حالا ما تو بحث دیگه که داریم، ببین هر کسب و کاری که هستش یک لوگویی داره واسه خودش. نمیشه یک کسب و کاری داشته باشیم و اون لوگو نداشته باشیم. من یه دونه اینجا لوگو قرار دادم، لوگویی که همین واسه یوتیوبمون هستش. خب تا اینجا اوکی شد. حالا ببین این توضیحات. خب شما باید داخل توضیحات یک پنلی قرار بدی. اول از همه ارسالیاتون از کجاست؟ ارسال کار. من حالا توضیحات خلاصه می نویسم، شما همین صحبت که من میکنم ازش ایده بگیرید و بهتر انجام بدید. ارسال کارها از مثلا مشهد فوری و مثلا تی باکس یا پست. حالا اول اسم آنلاین شاپتون اینجا می نویسید، بعد حالا ادمین و این داستان ها. توی این قسمت خب مثلا من میزنم کانال کد، یه 2 نقطه کانال کد رو میذارید، بعد پشتیبان یه 2 نقطه پشتیبان آیدی پشتیبان رو میذاریم، یه رضایت مشتری هم اینجا میذاریم. اگر بشه تایپ کرد رضایت مشتری، کانال رضایت مشتریتون رو میذارید اینجا. به همین سادگی شماره تماس هم میذاریم. خیلی تاثیر داره برای فروش. بسیار عالی. تازه خیلی بهتر از این هم ما میتونستیم انجام بدیم. خب حالا این قسمت تا حدی اوکی شد و میریم توی قسمت دیگه. ببین شما باید داخل یک بنر بسازی. اول از همه داخل بنر تمامی توضیحات رو بذاری. ببین نحوه ثبت سفارش. پس اولی چی شد؟ شما داخل اون بنر، چون من الان نمونه نمیذارم
چون که نحوه ثبت سفارش هر آنلاین شاپ فرق داره. پس اولین گزینه چی شد؟ نحوه ثبت سفارش 1. بعد داخل همون بنر پیگیری سفارش، اینجا بگی ما کد که بهت دادیم، میری داخل این سایت و کد پیگیریتون رو پیگیری میکنید. پس اینجا شد پیگیری سفارش. خب سومیش نحوه ثبت سفارش نحوه ارسال. خب ارسال ها از کجاست؟ نحوه ارسال میشد تو گزینه دوم اگر باشه بهتر میشد. آره. خب گزینه 4 موجود یا موجود نبودن کالا. اینجا مثلا شما میتونی کانال موجودی هم بذاری، آیدی کانال موجودیتون رو بذاری. برای هر آنلاین شاپی فرق داره. خب حالا تو این قسمت مدت زمان ارسال، خب این هم میتونیم ما بالای گزینه 4 بذاریم و اینجوری بهتر شد. آره بهتر شد. این 5 مورد قرار میدیم و موردهای دیگه هر چیزی که خودتون حالا صلاح دونستید. پس ما در کل اگه بخوایم به صورت خلاصه بگیم باید یه دونه بنر بسازیم و داخل اون بنر توضیحات رو قرار بدیم و اون بنر رو سنجاق کنیم. حالا من مثلا یه محصولی ایجاد کردم، همین محصول فرقی نمیکنه، جهت ثبت سفارش به آیدی زیر مراجعه کنید. این آیدی رو اینجا قرار میدیم. ببینید این خیلی مهمه، این قسمت واقعا مهمه، چون باید دسترسی به کانال شما، دسترسی به آیدی شما باشه. خب این نکته رو هم که رعایت کردید، خب الان ما یک کانالی داریم که از لحاظ زمینه سازی برای تبلیغات آماده شده، ولی ببینید الان من نکات دیگر رو براتون اینجا قرار میدم. خب ببینید الان چه چیزایی برای کانال فروشگاهی لازمه. حداقل یکی دو کا ممبر داشته باشید، ممبر فیک داشته باشید برای کانالتون، چون کاربر که حالا وارد کانالتون میشه میگه خب این زمینه سازیاش خوبه ولی یه نکته رو حالا نداره و کاربر دچار تردید میشه که از شما خرید بکنه یا نه. اون نکته مهم اینه که شما ممبر ندارید. این ممبر رو حتما داشته باشید، حداقل 1 یا 2 تا ممبر داشته باشید. ببین دومی هم که ساختن همین زمینه‌های کانال، لوگو، کپشن، رضایت مشتری، بنر سازی و حالا موردهای دیگه هستش. سومین مورد انجام تبلیغات هدفمند. حتما این موردها رو شما انجام بدید تا فروشتون هم بالا بره، همین که تبدیل به یک آنلاین شاپ زمینه سازی شده بشید. خب دوستان ما تو ویدیوهای بعدیمون حتما درباره روش‌های تبلیغاتی صحبت میکنیم. روش‌های تبلیغاتی برای تلگرام، اینستاگرام، برای روبیکات، ایتا و بله سروش، تقریبا کل شبکه‌های اجتماعی تا شما دوستان عزیز بالاترین نتیجه رو داشته باشید.